بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید. این جانب محمد انور یوسفی، یکی از تکنسین های برق در قسمت پروژه شهرک قطر هستم و صندوقی که پشت سر من مشاهده میکنین مین دیستریبیوشن پنل بورد است که توزیع کننده برق شبکه ماست از اینجا به تعمیر و هر بریکر اصلی ما، مین بریکر ما 1000 امپیر برداشت داره، تحمل لود داره و از 400 ولت الی 700 ولت قدرتش است، قدرت ولتاژ است. و در این قسمت پشت سر ما که مشاهده میکنیم ما 7 تا بریکر داریم که 200 امپیر است، اونا هم از 400 ولت الی 700 ولت ساپورت میکنن. و در این قسمت اگر مشاهده بکنین 3 تا بریکر داریم که اسپیر ماندیم برشان که اینا 100 امپیر است و برای یگان وقت اینجا در این تعمیر اگر واتر پمپ نصب شدن یا کدام تجهیزات برقی دیگر نصب شد بتونن از این برشان برق داده شود. هر 200 امپیر ما فیوز اتومات ما که 200 امپیر است 16 واحد سپورت میکنه، یعنی 4 منزله. در قسمت اینجا ما 12 منزل داریم، 4 منزل اول، 4 منزل که به بالا و 4 منزل تا 12 که میرسه، در جمله 12 منزل میشه و 16 متر ما سپورت میکنیم. و در داخل خود تعمیرم ما 6 تا باکس داریم، متر باکس داریم که در هر کدامش هم 16 تا متر نصب شدگی است. کیبلا و فیوزا که ما طبق همین چیزی که از ما خواسته شده بود برشان آماده ساختیم. کیبلای بسیار به مو استاندارد روز معیاری است، یعنی و دیگه ای که فیوزای ما از کمپانی ویکو است. دیگه چیزی که فعلا در بازار موجود بود، امور طبق ماردری که برای ما داده بودن ما تهیه کردیم و نصب کردیم برشان.